پشت بومه این که هیچ این صرف ندار. میام سراغ همین کارگاه آقا رضا. خب اینجور مشخصه از فن، اون پایینم مشخصه فنش شکسته که باعث میشه درست کار نکنه، به سر صدا ایجاد میشه که باید این فن این پرش رو عوض کنن، بعد به استارتش بزنن، ولی نمیدونم چرا فن حرکت نمیتونه. احتمالاً ممکن سوخته باشه فنش، ولی از لحاظ موتوری ساله. بعد خیلی پدیده جالبی ها اومدن اینجا رو نصب کردن. الان دارم نگاه میکنم میبینم بله، شما نگاه کن این لوله است، اینو نگاه کن، همه نوار تفلون پیچیده. آخ این نمیدونه نصابش لوله کش آبی بوده 100% که رفته نوار تفلون پیچیده. تو پانچت که خوب باشه نیاز به نوار تفلون ندارین هیچ زمان. حالا بعدی بعد خیلی جالبه، فضا بی خوبی همه رو پشت سر هم نصب کردن توی منطقه‌ای که دما به حدود 57-58 درجه تابستون میرسه. خب اینا بالا همدیگه پشت سر هم میگیرن، اینا موتورشو در طول تابستون اوورلود میکنه. حالا من نمیدونم طبق چه استانداردی نصب کردن آخه، اونم به صورت شرقی غربی، ببخشید غربی شرقی. حالا انشالله برنامه‌شو میریزیم جلوتر برم. چند تا مورد دیگه دیدم، یعنی آتیش دادن مارک همه کریر مدیا موتور بزرگ آتیش دادن، فقط اومدن سقف و وا کردن آتیش دادن داخلش رفتن. یکی کنتاکتور اینجوری بستن، یک کنتاکتور 3 فاز بستن. آخه این چه وضعش من نمیدونم، فقط سقفاشو باز کردن رفتن بیرون. اینم وضعیت اینا هست. هم نوار تفلون پیچیده، نمیدونم کدوم ارگانین لوله کش که نباید بدی اسپلیت نصب کنه. خیلی جالب، مارکا بی خوبی، گرون قیمت و کیفیت عالی، ولی خب تنها چیزی که خرابش کردن اینا رو فقط نصب غیر صحیح. فقط یعنی شما نگاه کن نوار تفلون افتضاح. یعنی واقعا نمیدونم این همه مدت اینا کجا میرن دوره میبینن با این وزن نصب داغون کردن. ببین اصلا این انسان شکونده. اگر در اثر نمیدونم آفتاب بوده خب میواسن همه اینا شکسته شده باشن، ولی نه که دیگه علاوه مثلا این شکوندن، هیچ کدوم در ندارن، همشون روغن دادن. آخ برادر من چرا مثلا میای چی میدونم به خدا چه میدونم